أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. در ادامه بحث جهاد با مشرکین و بعد از مغلوبیت و شکست اهل شرک، خدای عزوجل دستوری را در رابطه با مسجد الحرام صادر می فرمایند. مسجد الحرام که در واقع مرکز توحید هست، در اون مسجد الحرام مشرکان اجازه ورود ندارند و مشرکان را الله تعالی نجس فرموده، ناپاک بیان می فرماید. این ناپاکی مشرکان به دلیل عقاید ناپاک هست، دیدگاه و عقیده ناپاک دارند. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس. ای مؤمنان، جز این نیست که مشرکان نجس هستند. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. بعد از این سال، این سال نهم هجری بود، بعد از سال نهم هجری اینها نزدیک مسجد حرام نیایند. علما می فرمایند که نزدیک مسجد حرام جز حرم است. تقریبا تا 6 کیلومتری مکه مکرمه این جز حرم مکی هست. مشرکان اجازه ورود در حرم ندارند. بعد از اون سال ممنوع قرار گرفتند و تا امروز ممنوع هستند. اما یک نکته که اینجا هست، فرموده مشرکان نجس هستند. منظور از این نجاست چه نجاستی هست؟ بسیاری از علماء ظاهریه، علمایی که به ظاهر نصوص نگاه می کنند و به عمق بحث و به استنباط لازم توجه ندارند، اونها معتقدند که نجاست مشرکان نجاست ظاهری هست و نجاست حقیقی هست. یعنی اونها نجس العین هستند، بدنشون نجس العین هست. اونها را اگر دست بزنی هم گویا به نجس دست زدی. در ظرف اونها، در غذاهای اونها که دست اونها تماس پیدا می کند، اینها همه نجس هستند. این اعتقاد و دیدگاه علماء ظاهریه هست. اما علماء ما و جمهور علما معتقدند که منظور از این نجاست ظاهری نیست، نجاست معنوی هست.
نجاست معنوی همون که ابتدا عرض کردم که عقایدشون مشکل داره، به خاطر این عقیده خرافاتی، به خاطر عقیده شرکی اجازه ندارد که وارد حرم امن الهی بشه. این در واقع تنبیه و جزایش هست در دنیا، نه اینکه خودش نجس هست که اگر دست زدی دستت نجس میشه، یا ظروفشان غذایشون نجس هست. چنین چیزی نیست. چرا؟ مشرک وقتی که مشرک باشد و به نام غیر خدا ذبیحه بکند، چیزی را بکشد، ذبیحهش را نمیخوریم. اما اگر غیر از ذبیحه بقیه مأکولات، بقیه غذاهایی که مشرک حتی درست میکند از غذاهای حلال مثل سبزیجات، شیرینیجات، حلویات، امثال اینها نجس نیستند. پس این نجاست ظاهری و حقیقی نیست، این نجاست معنوی هست. این یک نکته. نکته دوم اینه که آیا مشرکین که ممنوع هستند از مسجد الحرام، از کعبة الله، یا از همه مساجد؟ بسیاری مساجد دیگر را قیاس میکنند بر مسجد الحرام، همونطور که در مسجد حرام ورودشان ممنوع هست، در مسجد مکی هم مثلا ورودشان ممنوع هست. اما علما و فقهای ما، امام ابو حنیفه و امام شافعی رحمه الله و جمع بزرگی از فقها معتقدند که این حکم مخصوص مسجد الحرام است، برای مساجد دیگه نیست. دلائل زیادی نوشتن. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یکی از مشرکین را، یکی از کفار را که اسیر شده بود دستور دادن در مسجد النبی، ثمامه بن اثال، دستور دادن در مسجد النبی او را ببندند، تو مسجد آوردند و گروهی از مشرکان برای مذاکره آمدند، داخل مسجد النبی آمدند. پس حتی این حکم برای مسجد النبی نبود. بنابراین فقها میفرمایند که این حکم فقط مال مسجد الحرام است، مال بیت الله است. لذا الله میفرماید که از این سال به بعد اینها نزدیک نیاند. خب این حکم مقداری مسئله را دشوار میکرد، به دلیل اینکه یک سری روابط تجاری با مشرکین در جریان بود. مسلمانان به این فکر افتادن که الان که مشرکین اجازه ورود داشته نباشند به حرم را، خب همیشه بیشترین تجار مشرکین بودند، اموال تجاری زیادی بالخصوص در موسم حج می آوردند و به فروش می رسوندند. ممنوعیت اونها و جلوگیری اونها ضربه مهم اقتصادی وارد می کند. الله عزوجل فرمود که شما از این بیم داشته نباشید و ان خفتم عیلة فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء. اگر شما از عیله، از فقر ترسیدید، از ضربه اقتصادی واهمه داشتید، فسوف یغنیکم الله، خداوند ان قریب شما را مستغنی می سازد، بی نیاز می سازد از فضل خودش اگر خود بخواهد. یعنی یفتح بابا آخر للرزق، در دیگری را از رزق می گشاید. انسان همیشه به اسباب نگاه می کند، گرچه دار و مدار در دنیا به اسباب است، ولی لازما یک سبب نیست. یک سببی که انسان از دست بدهد، سببی برای معاش، سببی برای رزق فکر میکنه دیگه بسته شد، در حالی که الله عزوجل این اسباب را خلق میکند. اگر روزی برای شما مقدر باشد، این سبب بسته شد، سبب دیگر، این طریق مسدود شد، طریق دیگر. لذا اینجا همین مطلب را الله میفرماید که شما دستور خدا را اجرا کنید، از فقر نترسید، از ناداری نترسید، خدای تعالی شما را مستغنی می کند. چگونه مستغنی کرد؟ مفسران نوشتن که بعضی از قبایل و اهل نجد
و قبیله قباله و قبیله حرش اینها تازه مسلمان شده بودند و اینها جایگزین شدند به جای مشرکین اطراف مکه. بعد از اون اینها تجارت میکردند و بهترین کالا را با قیمت پایینتر در موسم حج و در مکه مکرمه اینها عرضه میکردند. لذا الله عزوجل جایگزین را قرار داد. و قد انجز الله وعده، اینجا که فرمود و ان خفتم عیلة فسوف یغنیکم الله، اگر از فقر ترسیدید خدا شما را مستغنی می سازد. نوشته علامه آلوسی و قد انجز الله تعالی وعده، خداوند وعده را کامل کرد. چگونه؟ اولا بان ارسل السماء علیهم مدرارا، خداوند اون سال باران بسیار زیادی داد که خود مدینه از نظر کشاورزی بسیار پیشرفت کرد، نسبت به سالهای گذشته خیلی بهتر بود. مدینه هم مستغنی شد و وفق اهل نجد و قبالة و حرش، این قبائل را موفق کرد. فاسلموا و حملوا الیهم الطعام، اینا مسلمان شدند و بعد از اون مواد خوراکی را اینها می آوردند و ما یحتاجون الیهم فی معاشهم. بعد از این مرحله اول بود. ثم فتح علیهم البلاد والغنائم، بعدا شهرهای دیگه، روستاهای دیگه فتح شد، غنیمتها زیاد شد. و توجه الیهم الناس من کل فج عمیق، از هر راه دور و دراز مردم به طرف حج می آمدن، به طرف مدینه می آمدن. دیگه از نظر اقتصادی مشکل کاملا برطرف شد. لذا الله می فرماید و ان خفتم عیلة، اگر شما ترسیدید از عیله، از فقر ترسیدید، فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء، ان قریب الله شما را مستغنی می سازد از فضلش اگر بخواهد. ان الله علیم حکیم، بدون شک الله میداند شما نمیدانید، حکیم است، دستوراتش بر اساس حکمت. هر دستوری که در قرآن آمده پر از حکمت، مملو از حکمت، به ضرر شما نیست، نه به ضرر جانیه، نه به ضرر مالی اقتصادیه، از هیچ جهت به ضرر انسان نیست، چون که الله حکیم است و حکیم به فعل نامناسب و به دستور نامناسب هرگز حکم نمی کند. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، اعاده موضوع جهاد است. خدای تعالی می فرماید با چه کسانی بجنگید، چرا بجنگید، تا چه زمان بجنگید. بحث جهاد است. اولا قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، شما بجنگید با کسانی که ایمان ندارند به خدا و به روز آخرت، نه به مبدأ نه به معاد. ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، و آنانی که حرام قرار نمیدهند آنی که خدا حرام قرار داده و رسول، کالمیت و ما اهل به لغیر الله، یعنی شرک فعلی میکنند تو الله میدونه یعنی چه. اونهایی که حلال خدا را حرام میکنند، حرام خدا را حلال میکنند برعکس. ولا یدینون دین الحق، و آنانی که تابع دین حق نمیشوند، متدین به دین حق نمیشوند، اینا کیا هستند؟ من الذین اوتوا الکتاب، آنانی که کتاب داده شدند، با اینها بجنگید. حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون، جزیه را با ذلت بدند، جزیه پرداخت کنند. اگر جزیه پرداخت کردن که نوعی تسلیم شدن است در مقابل حکومت اسلامی، اون وقت دیگه جنگ با اونها ممنوع است، جنگ تمام میشه. جنگ میکنیم، رسول الله فرمود تا اینکه لا اله الا الله بگویند، یا جزیه بدند یا کشته شوند. این سه چیز پایان جنگ هست، یا مسلمان شدن، یا جزیه پرداخت کردن، یا اینکه کشته شدن.
پس اینجا فرمود حتی یعطوا الجزیه عن ید، عن ید یعنی عن ذلت، با ذلت بدن. و هم صاغرون، صاغرون اینجا از منقادون لحکم الاسلام، یعنی بعد از اون تسلیم بشن برای حکم اسلام، تابع بشن. هر قانونی که حکومت اسلامی دارد باید اونها به جا بیاورند، تابع بشن، تمرد نکنند. تمرد که نکردند نیازی به جنگ نیست. پس یکی دیگر از مواردی که قبلا عرض کردم که با اونها جنگ درست نمیشه در صورتی که اونها تسلیم بشند، ولی اینکه به دین خودشون بمانند، اما قوانین را، ضوابط را بپذیرند. خب اما این جزیه چقدر جزیه بدن، بحثی در میان طلاب هم هست همیشه که چه مقدار باید جزیه بدن. گرچه بعضی ها مشخص کردند از زمین ها 1/4 را، بیشتر کمتر، بعضی 1/10 را، اما اون چیزی که قول درست است اینه که این بستگی دارد به رأی حاکم مسلمانان، با توجه به شرایط و با توجه به توانی که هست، هم جزیه از اونها بگیرد و هم خراج زمین هایشون را وقتی که زمین های دارالکفر بودند. و قالت الیهود، این یکی از دلائل جنگ بود که اینها مقید به قوانین نبودند. یکی دیگر از دلایل، دلیل پنجم جنگ، چند دلیل اینجا بیان میشه، اینه که اینها نسبت به خدای عزوجل توهین میکنند، هم شرک هم توهین. الله می فرماید و قالت الیهود عزیر ابن الله، یهود میگوید عزیر فرزند خداست. و قالت النصارى المسیح ابن الله، نصارا میگویند مسیح فرزند خداست. ذلك قولهم بافواههم، این سخنشان هست با زبانشان، با دهانشان. یضاهئون قول الذین کفروا من قبل، مشابه است، شباهت دارد با قول کسانی که کفر کردن قبل از اینها. مشابهت دارد با قول چه کسانی؟ بعضی گفتن منظور مشرکین است، چون مشرکین هم میگفتند الملائکه بنات الله، ملائکه دختران خدا هستند. پس قول یهود، قول مسیحیان مشابه مشرکینه که مشرکین از قبل کفر کردند، اینها الان با این افراط و زیاده روی دارن کفر میکنن. و بعضی میگن قول الذین کفروا من قبل، منظور من قبل آبا و اجدادشون هست. آبا و اجداد که قبلا بود اونها هم همین کلمه را میگفتن، اینا هم همون کلمه را میگویند. قاتلهم الله، خدا اینها را لعن کرده، خدا بکشد اونها را، یعنی لعنت و نفرین هست، از رحمت خدا به دور بادا. انا یؤفکون، به کدام سمت و سو اینها برگردانده میشوند، منحرف میشوند، که نسبت به خدای عزوجل خالق و اون ذاتی که محسن است به تمام معنا، نسبت به اون ذات چنین بی ادبی میکنند. و یکی دیگر از صورتهای کفرشان، اونها نه تنها مرده پرستند بلکه زنده پرست هم هستند. این انبیاء، اولیاء، اینا که قبلا وفات کرده بودند و رفته بودند، زنده ها را هم پرستش میکنند. الله می فرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، آنان گرفتند احبار خودشان را، علماء خودشان را، و رهبانهم و دراویش خودشان را، اربابا من دون الله، آنها را به عنوان رب به غیر از خدا گرفته بودند. والمسیح ابن مریم، و همچنین مسیح ابن مریم که پیغمبر خداست، او را به عنوان خدا انتخاب کرده بودند، در حالی که و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا، آنان دستور داده نشده بودند، بنویسید در کتب الهی،
در کتب الهی فقط برای آنها این حکم صادر شده بود که الا لیعبدوا الها واحدا، مگر اینکه عبادت کنند فقط و فقط الها واحدا، خدای یگانه را، لا اله الا هو، هیچ معبودی لایق عبادت لایق پرستش نیست مگر او. اما اینها احبار و رهبان خودشون را و مسیح ابن مریم را رب خودشون گرفتن. چگونه رب گرفتن؟ ببینید، برای احبار و رهبان آنطوری که مفسرین گفتن، اقوال مختلفی گفتن، همان گونه که برای خدا باید سجده بکنند برای احبار و رهبان سجده می کنند، برای اونها تعظیم می کنند، کرنش می کنند، جلوی اونها کاملا دلا میشند، خم میشند. لذا این را الله میفرماید که آنها را رب گرفتن. تفسیر جمل نوشته و کان یسجدون لهم کما یسجدون لله. برای علما، دراویش، پیرها، رهبان، اونها این راهب‌های را میگن که فقط کارشون به زعم خودشون عبادت است. احبار جمع حبر است. حبر عالم بزرگ را میگن، عالم قوی را میگن. لذا دو گروه هستند، یکی علمایشان و یکی دراویششان. همونطور که ما در جامعه خودمون داریم، هم عالم داریم هم درویش داریم که معمولا به اونها پیر و خلیفه میگویند. اونها هم داشتند، هم عالم داشتند، هم راهب داشتند، عابد داشتند. اینها برای اونها سجده می کردند. عیسی مسیح را هم فریاد می زدند، استمداد می کردند. بعضی اینو گفتند، بعضی گفتند نه، هر چیزی که اینها حلال اعلام می کردند حلال می دانستند، اینها حرام اعلام می کردند حرام می دانستند. خب این نکته را دقت کنید، هیچ کسی اجازه ندارد که حلالی را که خدا حلال کرده حرام بکند، در هر سطحی باشد، این فقیه، این ولی، این امام، هر که باشد. خدا وقتی که حلال کرده کسی دیگه نمیتونه حرام بکند، یا خدا وقتی که حرام کرده کسی دیگه نمیتواند حلال بکند. به خاطر هر مصلحتی، مصالح حکومت باشد، مصالح وحدت باشد، گاهی مثلا امکان داره ما وحدت بکنیم، وحدت سیاسی با کشورهای غیر مسلمان، کشورهای اروپایی، کشورهای شرقی. لذا بیاییم و یه چیزهایی از احکام اسلام را برداریم و فقهای ما این حکم را صادر بکنند، حلال را حرام بکنیم، حرام را حلال بکنیم. این اجازه را ندارند. اینجا که خدا میفرماید احبار و رهبان را رب گرفتن، به این معناست که حیث اطاعوهم، از آنان اطاعت میکردند فی تحلیل ما حرم الله، اون چیزی که خدا حرام قرار داده حلال میکردند، و تحریم ما احل الله، تحریم ما احل الله، کما یطاع الارباب فی اوامرهم و نواهیهم، چنانچه از ارباب در اوامر و نواهی اطاعت میکنن، اینها در حلال و حرام اطاعت میکردن، در حالی که ما مسلمانان موظفین در حلال و حرام از خدا و کتاب خدا تبعیت بکنیم. اگر من عالم طبق دستور خدا فتوا دادم که اطاعت میشه، ولی اگر نشد نباید از دستور امثال من و فتوای امثال من، ولو که در جهت خلاف قرآن باشه، کسی اطاعت بکند. پس بعضی به این معنا گفتن که هرچی که اونها حلال و حرام میکردند حرف شنوی داشتن. الله میفرماید لا اله الا هو، بغیر از او کسی دیگه لایق پرستش نیست. بعضی در ضمن این مسئله خدمت شما عرض کنم، یه سوالی که بعضی ها میگویند خب آیا درست هست که ما دست کسی را ببوسیم؟ چون که دست کسی را اگه ببوسند هم نوع تعظیم هست. در کتاب‌های فقهی ما نوشتند
که بوسیدن دست پدر، استاد، شیخ، عالم بزرگی اگر باشد اشکال ندارد، ولی باید طوری باشد که انسان خم نشه، انسان دلا نشه. این تعظیم مال خداست، گرچه عقیده شرکیه نیست، کسی به نیت عبادت خم نمیشه. خیلی تعظیم ها هستند که شرک نیستن، مثلا کسی میره کسی را احترام میکنه، فقط به خاطر احترام برای او سر به سجده میگذارد، عقیده نداره که این خداست. بله این شرک نمیشه ولی حرام است. این نوع تعظیم چی است؟ حرام است. امروز در خیلی از کلیپ ها دیده میشه که در بلاد دیگر، الحمدلله در این بلاد ما نیست، در بلاد دیگر مردم به کسانی که اعتقاد دارند و دوستش دارند تعظیم فوق العاده می کنند، کاملا در حالت رکوع یا بعضی به پاهایشون می افتند سجده می کنند. اگر اعتقاد الوهیت داشته باشند که این شرک مطلقه، اگر اعتقاد الوهیت داشته نباشد حرام مطلقه، حرام است، نباید، چون که این تعظیمی هست که مخصوص الله عزوجل است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون حدیثی که فرمود اگر سجده جائز بود من زن را اجازه می دادم و می گفتم برای شوهرش سجده بکند، اون سجده سجده عبادت نیست، اون سجده تعظیم و احترام است. همون تعظیم و احترام جائز نیست، همون حرامه. اون که برای عبادت باشه که شرک میشه، انسان را از اسلام خارج میکنه، از دایره ایمان خارج میکنه. لذا چه به نیت عقیده باشد، با عقیده باشد، عقیده عبادت. انسان اگر با عقیده باشه انسان کافر میشه، اگر با عقیده نباشد صرفا تعظیمی باشد این حرام است. لذا الله تعالی می فرماید اینها را تعظیم می کردند، احبار و رهبان خودشان را عبادت می کردند، رب قرار داده بودند. لا اله الا هو، هیچ معبودی بغیر از الله نیست، همه عبادت ها باید فقط برای خدا انجام بگیرد. سبحانه عما یشرکون، الله پاک است از آن چیزی که مردم شریک میگیرند با او، مردم شریک میگیرند، الله از این شرکا پاک است. یریدون ان یطفئوا نور الله، این دلیل هشتم جهاد است. آنان میخواهند که نور الهی را که دین خدا هست، دین اسلام هست، دین توحیدی هست، اینو میخواهند خاموش کنند. به این خاطر باید با اینها جنگید. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، الله می فرماید آنها میخواهند که خاموش کنند نور الهی را به افواههم، با افواه خودشان. افواه جمع فوه هست، فوه دهان را میگند. منظور اینجا اعتراضات شرکیه هست بر احکام خدا، بر احکام توحید، بر دین اسلام اعتراض میکنند. اعتراضات شرکیه در مردم تشویش ایجاد میکنند، شک و تردید ایجاد میکنند، شب و روز تبلیغ میکنند تا مردم یه مقداری به سوی غیر الله برند، مردم استمداد کنند، مشکلات خودشون را از جای دیگه برن بگیرند. لذا اینا میخوان این نور توحید را خاموش کنند. اما و یأبی الله الا ان یتم نوره، الله نمیپذیرد، انکار میکند اینکه نورش را کامل مگر اینکه نورش را تمام کند، کامل بکند. ولو کره الکافرون، گرچه کافران نپسندند، دوست داشته نباشند. الان یک نمونه از یتم نوره، خدا چگونه نور را کامل کرد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، الله آن ذاتی هست که رسولش را فرستاد با هدایت، با قرآن و دین الحق، و با دین حق، با دین اسلام فرستاد. لیظهره علی الدین کله، تاکه غالب بگرداند آن را بر همه ادیان. ولو کره المشرکون، گرچه مشرکان نپسندیدند، جنگیدند، درگیر شدند، ولی الله عزوجل این نور را کامل کرد. تمام جزیره العرب مسلمان شد.
و بسیاری از بخشهای خارج از جزیره العرب مثل بلاد یمن و غیره، اینا در زمان خود رسول الله صلی الله علیه وسلم فتح شد و مسلمان شدند. اهل یمن آمدند و از اهل بلاد دیگر خارج از جزیره العرب آمدند، لذا دین بر همه عرصه ها غالب شد، تمام بلاد را در بر گرفت. پس این نمونه یتم نوره، خدا چگونه نور را تکمیل کرد. ابتداءً به صورت قاچاقی در دار ارقم، به صورت سینه به سینه، دهان به دهان اسلام عزیز را منتقل می کردند. آخر به کجا رسید؟ این واقعا انسان ابتدایش را فکر کند که کسی نمیتونست خانه کعبه نماز بخواند، هر کس میاد مسلمان میشد، پیغمبر میگفت برو مخفیانه فعلا. اما آخر به کجا رسید؟ این پس واقعا نمونه و یتم نوره هست. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. خدای عزوجل هم دلیل دیگری برای مشروعیت جهاد بیان می فرماید و هم تذکر مهمی به اهل ایمان هست. می فرماید ای مؤمنان، بسیاری از احبار علما هستند. احبار عرض کردم لقب علماء یهود است. رهبان راهبان دراویش مسیحی یا دراویش یهودی. لیأکلون اموال الناس بالباطل، مال مردم را از طریق باطل میخورند. و یصدون عن سبیل الله، از راه خدا باز میدارند. خیلی ها هستند که دین را وسیله معاش خودشون و وسیله دنیای خودشون قرار دادند. اینها نشستند و حق را کتمان می کنند، مسائل را طبق مراد خودشون و هوای نفس اونگونه صادر می کنند، به مردم فتوا می دهند تا که مردم طوری عمل کنند که همش جیب اینها پر بشه. الان در جامعه ما هم هست، به انواع دیگر، به اشکال دیگر، در هر جامعه هست. این در یهودیت و مسیحیت بود که اونها هر چیزی که مردم میگفتند طبق میل مردم فتوا صادر میکرد. خیلی ها بودن در گذشته، الان کم هست، در مراسمات مختلف طور دین را تعریف میکردند که همش مناسبت ها بود، همش پخت و پز بود، همش دیگ و پادیگ بود، همش سفره و غذا بود. هر 3 روز، 7 روز، 40 سال فلان. اینا برای چیه؟ برای این هست که بازار خودشون را گرم بکنن. و الا در سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و در احکام خدا نیست. این الان یک نمونه کوچکی هست. خیلی ها هستند که شاید صراحتا گفته نشه، چون بعضی ها قصدی ندارن، بعضی ها صرفا مغازه باز کردن، دکان باز کردن، از طریق دین، از طریق راهنمایی به مردم، از طریق نمیدونم علاج و درمان مردم، فقط کارشون این. تبلیغات هم دارن، کارت هم مثل کارت های تبلیغاتی توزیع میکنند که دعانویس برای هر دعای اینقدر این مبلغ پول میگیره. یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا. حتی بعضی گفتن بعضی مردم که قاچاقبری میکنند به اونها هم دعا میدن تضمینی که مالت برسه به مقصد. اینا از طریق دین، قرآن، دعا، خدا این را وسیله معاش خودشون قرار دادند. العیاذ بالله. علماء یهود، بنده که قبلا عرض کردم شاه ولی الله رحمه الله میفرماید تمام نمونه هایی که اونجا هستند در امت ما هم هستند. ما خودمون را بپاییم، خودمون را اصلاح بکنیم. لذا خیلی ها هستند که از این طریق میخواهند که امرار معاش کنند.
مثل اون ملاها. الله می فرماید لیأکلون اموال الناس بالباطل، مال مردم را از طریق باطل می خورند. و یصدون عن سبیل الله، مردم را از راه خدا باز می دارن با شبهات. اگر مردم میخوان بیان به طرف رسول الله، به طرف دین، به طرف اسلام، میترسند که اگر اینها برن دکان ما تعطیل میشه، اون مرجعیتی که دارن اون مرجعیت از دست میره، لذا شبهات ایجاد میکنن. نه، این پیغمبر اونی که تو تورات آمده بود اون نیست، اون باید از خود ما باشد، از بنی اسرائیل باشد. و شبهاتی که از خود ایجاد میکردند. و باز این همه مال را که روی هم انباشته کرده، حق مال را هم نمیداد. والذین یکنزون الذهب، درباره همین هم ملاها هست که مال انباشته میکنند و هم سرمایه‌دارانی که زکات نمیدهند. الله می فرماید والذین یکنزون الذهب والفضه، آنانی که سرمایه میکنند، ذخیره میکنند و خزانه میکنند طلا و نقره را، ولا ينفقونها فی سبیل الله، و آنان را خرج نمیکنند در راه الله، فبشرهم بعذاب علیم، آنان را مژده بده به عذاب دردناک. اون عذاب چیه؟ یوم یحما علیها فی نار جهنم، روزی که داغ داده میشوند بر آن مال در آتش جهنم. مالشون اونطور که در حدیث آمده به صورت صفحه‌ای در آورده میشه، تختهای آهنینی که این را در جهنم اول داغ میکنند، بعداً فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، به وسیله همان مال داغ داده میشه پیشانیشان، چهرهشان، و جنوبهم جنبشان، کنار بدنشان، دنده هاشان، پهلوهاشان به اصطلاح، و ظهورهم پشتشان. منظور از هر طرف، جلو، عقب، کنار، از هر طرف این آقا را بدنش را داغ میکنند. اعاذنا الله. هذا ما کنزتم، یقال لهم، به آنان گفته میشه هذا ما کنزتم لانفسکم، این آن مالی هست که شما سرمایه کردید برای خودتان، انباشتید، سر هم گذاشتید. مردم فقیر بودند، گرسنه بودند، چیزی نداشتند، شما اینا رو تو بانک ها به میلیارد میرسوندید. فذوقوا ما کنتم تکنزون، بچشید آنچه که شما خزانه کردید، آنچه که ذخیره کردید. وقتی که انسان حق خدا را، حق مال را انجام نده، این میشه نتیجهش، عاقبتش. و در حدیث دیگری آمده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که این مال انسان تبدیل به مار میشه، به شجاع اقرع، به ماری که تاس هست. شجاع اون مار را میگن که تاس هست، از بس که زهرش خطرناک است حتی موی سرش را هم ریخته. له زبیبتان، دو تا خال دارد بالای چشمش، یعنی وحشتناک، شکلش هم عجیب. و این انسان را به گردن انسان میپیچد و از دو طرف دهانش را میکشد، میگوید انا مالک انا کنزک، من مال تو هستم، من سرمایه تو هستم. لذا الله میفرماید فذوقوا ما کنتم تکنزون. بیشتر گرچه این آیه درباره علماء یهود از خدمت شما قبلا عرض کردم، یکی از صفات یهود بخل بود، خیلی کم مال در راه خدا اونها صرف میکردند و حب مال عجیب بود، بالخصوص در ملاهای اونها. لذا الله عز وجل فرمود این را ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله. یکی از دلایل دیگر که باید با مشرکان جنگید اینه. مشرکان یک رسمی داشتند. خب ماهای حرام در قبل از اسلام ماه حرام بودند، یعنی به ماه حرام احترام میگذاشتند. 4 ماه بودند. 3 تا ماهای حج هستند
دو تا ماه حج، ذیقعده، ذیحجه و محرم، و یک ماه ماه رجب. این 4 ماه حرام هستند. در این ماه حتی مشرکان با هم می جنگیدن، دیگه آتش بس بود. در این ماه حتی برای کسانی که برای سرقت و دزدی می رفتن نمی رفتند، احترام می گذاشتند. اما بعضی وقتها شرایط جنگی طوری پیش می آمد که اگر جنگ را متوقف بکنیم، بیشتر از این لفت بدیم، به ضرر تمام میشه. دشمن آمادگی میکنه، دشمن ما را شکست میده. پس چیکار میکردند؟ ماه حرام را جابجا میکردند. یعنی ماه حرام را همون 4 ماه میدانستند، اما گاهی به جای محرم میگفته امسال محرم حرام نیست، امسال در محرم می جنگیم، به جای محرم 1 ماه بعد سفر را حرام قرار میده. چون 3 ماه پشت سر هم ذیقعده هم ذیحجه 2 ماه نجنگیده بودن، 3 محرم هم نمی جنگیدن، طولانی میشد. می گفتن که محرم را چیکار میکنیم؟ محرم امسال حرام نیست، امسال در محرم می جنگیم، حرام سفر است، ماه حرام سفر است بعد از محرم. این تغییراتی بود که از خود میدادند. الله تعالی می فرماید ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله. تعداد ماها نزد الله عزوجل کل ماها 12 شهرا، 12 ماه قمری هستند فی کتاب الله، یعنی در احکام شرعی. یوم خلق السماوات والارض، از روزی که الله تعالی آسمان ها و زمین را آفریده. منها 4 حرم، 4 ماه از این ماها ماه حرامن، رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم. ذلك الدین القیم، این دین قیم و مضبوط است، یعنی تحریم اینها، حرام دانستن اینها. فلا تظلموا فیهن انفسکم، در این ماها بر خود ظلم نکنید، یعنی در این ماها اقدامی نکنید که مرتکب گناه بشید. اقدام جنگی منظور است. وقاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة، با مشرکان کامل بجنگید همان گونه که آنها با شما می جنگند. یعنی وقتی که اونها رعایت نکردند ما هم رعایت نمی کنیم. البته این را خدمت شما عرض کنم که بحث مفصلی است درباره اینکه آیا ماهای حرام واقعا در دین اسلام حرام بودند و حرام هستند. الان هم اگر ما با دشمن جنگ داشتیم باید در ماه حرام چی بکنیم؟ باید که آتش بس اعلام بکنیم. اصلش اینه که بعضی از علما معتقدند که ابتدا ماه حرام بود، بعدا منسوخ شد حرام بودنش. همین وقاتل المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة. اما شیخ ما حسین علی رحمه الله، چون که ایشون آیات را منسوخ نمیدانند، ایشون معتقدند ماه حرام، حرمت ماه حرام استحبابی بوده و هست. در گذشته هم حرام نبوده، نامش ماه حرام معنی حرمتش استحبابی بوده و الان هم هست. ما در سوره بقره خواندیم صحابه اشتباها کسی را کشتن، فکر کردن که آخرین روز جمادی الثانی هست، در حالی که اولین شب رجب بود. در ماه حرام کسی را کشتن، مشرکین هیاهو برا انداختن، سر صدا کردن. الله عزوجل گفت اشکال نداره، اون شرکی که اونها میکنند از این قتلی که شما کردید خیلی بدتره. از اینجا و امثال این آیه مولانا میفرماید معلوم میشه که نجنگیدن مستحب است، حرام نیست. ماه حرام برای ما هیچ وقت حرام نبوده و نیست. نامش ماهای حرام یعنی ماهای حرمت، ماهای احترام، باید احترامشون را داشت، باید در اون ماها نجنگید. اما اگر کسی بجنگه نیاز باشد خب اشکالی ندارد. فلا تظلموا فیهن انفسکم واعلموا ان الله مع المتقین، وعده نصرت است، اما در صورت تقوا. بدانید که معیت الله از نظر نصرت، از نظر یاری با متقین است. انما النسیء زیادة فی الکفر، همون رسمی را که بنده عرض کردم عربها داشتند، اون را خدای عزوجل ذکر می کند که تأخیر دادن ماه حرام زیادت در کفر است. شما میایید اون چیزی که خدا حرام قرار داده، خدا حرمت گذاشته،
برای محرم شما اون را حرام نمی کنید، شما سفر را حرام می کنید. این همون است که حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام قرار دادن. پس تأخیر کردن زیادتون فی الکفر، بیشتر کفر است از طرف رؤسای مجرمین مشرکین. یضل به الذین کفروا، گمراه میشن به وسیله همین تأخیر کسانی که کفر کردند. یحلونه عاما و یحرمونه عاما، یک سال حلالش میکنن یک سال حرامش میکنند. لیواطئوا عدت ما حرم الله، فقط هدفشون چیه؟ که موافقت با تعداد ماهایی که حرام کرده. یعنی اونها در تعداد همون 4 ماه را حرام میدانستند، اما جا به جا فیحلوا ما حرم الله. نتیجه چی میشه؟ تأخیر. نتیجه تأخیر حلال میدانستن اون چیزی که حرام کرده خدا. مثلا خدا محرم را حرام قرار داده، اونا حلال میدانستن. زین لهم سوء اعمالهم، این اعمال سوء و بدشان هست که برایشان مزین است. والله لا یهدی القوم الکافرین، خداوند چنین قوم کافری را هدایت نمی فرماید. خب تا اینجا بحث براءت بود، جنگ با مشرکین بود، درگیری با مشرکین. این بخش اول سوره هست. بخش دوم سوره از یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا شروع میشه که در بخش دوم هم موضوع جهاد است، اما با این تفاوت که اینجا بیشتر زجر و توبیخ، سرزنش و نکوهش برای منافقین است. منافقین را الله تعالی سرزنش میکند. اصل جریان تقریبا تا آخر سوره و نزدیک به آخر سوره جریان تبوک است، جنگ تبوک، که من به صورت خلاصه خدمت شما عرض میکنم و بعد به آیات میپردازیم. جنگ تبوک در سال غزوه تبوک که جنگ اتفاق نیفتاد، در سال 9 هجری بود، بعد از فتح مکه. در مدینه طیبه مقداری سخت بود، مشکلات بود، هم قحطی بود، باران نیامده بود، هوا بسیار گرم بود و هم موسم برداشت خرما بود. از طرفی هرقل روم، چون تبوک در روم هست، از مدینه طیبه الان من 2-3 سال پیش که توفیقی شد تابلوها را نگاه کردم، تقریبا نزدیک به 600 کیلومتر است الان با تابلوهای امروزی از مدینه طیبه تا تبوک. مرز سوریه هست، در سوریه واقع میشه یا در سعودی هست مرز سوریه، ولی اون زمان سوریه و شام تحت سیطره روم بود. حکومت دنیا 2 ابرقدرت بودند، یا روم یا ایران. بعضی مناطق آزاد مثل عرب ها هم بودند، ولی اکثرا یا رومی ها بودند یا ایرانی ها بودند که حکومت میکردند. بقیه بلاد تحت سیطره اونها بود. تبوک اونجا در شام واقع هست، تحت سیطره روم هست. هرقل روم شنیده بود، بعضی ها بهش رسونده بودن، شایع شده بود که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فوت کرد، درگذشت. لذا هرقل روم لشکری را آماده کرد، گفت الان که فرصت است و ایشون فوت کرده، رفته این بلاد را بگیرم، این بلاد را ما تصرف بکنیم. رقابت بود مثل شرق و غرب امروز که روی بلاد رقابت هست، هر یکی سعی میکنه کشورها را حلیف خودش قرار بده. اون وقت هم تسلط بر کشورها بود و هر یکی سعی میکرد بلادش بیشتر بشه. هرقل به حقانیت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم پی برده بود. در حدیث مفصلی در صحیح بخاری است که هرقل میخواست ایمان بیاره، آخر نصیبش نشد. همه چیزها را متوجه بود که راست است، درست است. اما هرقل میخواست که حمله بکنن، لشکر خیلی بزرگی آماده کرد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم متوجه شد، گفتند حدوداً 300,000 نفر هرقل آماده کرد برای اینکه تمام بلاد مدینه، مکه و تمام بلاد عرب را که فتح شده بودن به دست مسلمانان، طائف هست، حنین هست، تا دور دراز میرفت،
اینها را فتح بکند و داشت آمادگی میکرد. از هر طرف تبلیغات بود. رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که این را شنید بسیار ناراحت شد و رسول الله دستور داد نفیر عام در چنین مواقع جهاد فرض عین میشه. نفیر عام یعنی هر کس توانایی داره باید بره. در این شرایط پروانه های شمع نبوت با وجود تمام مشکلات جمع شدند و واقعا از خود ایثار و خودگذشتگی نشان دادند. تعریفی که خدا در ادامه این سوره از اصحاب و یاران مخلص رسول الله صلی الله علیه وسلم می کند، شما پی میبرید که چقدر الله تعالی اینها را دوست دارد و نیاز به حمایت مالی بود، جمع‌آوری به اصطلاح. در جمع‌آوری هم بین صحابه مسابقه بود. در همین معرکه بود که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تمام مالش را آورد، هیچی نگذاشت. عمر فاروق به زعم خودش می گفت که من در این جریان از ابوبکر پیشی می گیرم. وقتی که آمد ابوبکر، رسول الله متوجه شد، هر چی که بود تقدیم کرد. گفت ابوبکر چی گذاشتی برای خانه و اهل بیت؟ گفت نام الله را گذاشتم، هیچ چیزی دیگه نگذاشتم. عمر اینجا پی برد که شکست خورده. عمر رضی الله تعالی عنه نصف آورد. عثمان رضی الله تعالی عنه در این جریان در غزوه تبوک که هیچی نبود، 300 شتر بار تمام خوراکی، 50 تا اسب، 10,000 طلای سرخ، دینار طلای سرخ تقدیم کرد. چنان زیاد شد کل لشکر را عثمان تجهیز کرد که رسول الله صلی الله علیه وسلم بی اختیار گفت اللهم ارض عن عثمان فانی راض عنه. بار اله از عثمان راضی باش که من از او راضی هستم. خوشا به حال عثمان که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این گونه با این احساسات در حق او دعا می کند. عبدالرحمن ابن عوف 100 اوقیه آورد. بعضی دیگه از صحابه هستند میگوین 600 تا از این نخلای ارز کنم خوشه های خرما آوردند، 600 تا سند به اصطلاح. منظور اینه که هر چی که صحابه در توانشون بود، حتی در یک کتابی در یک تفسیر تک تک را نام برده که هر یکی چی آورد، اینها را آوردند. رسول الله صلی الله علیه وسلم بسیار خرسند شد، بسیار راضی شد که اینها این جیش را میگفتن جیش العسره و این غزوه را میگفتن غزوه العسره. یعنی واقعا روزهای سختی بود و اصلا رفتن مشکل بود. گرمی چنان شدید بود که حد نداشت و عین خرماچینی بود. خرماها را داشتن جمع می کردن مردم در فصل خرما. اونایی که از بلاد خرمایی هستن می دونند که تمام هم مغم اینه که به موقع به وقت این محصول را برداشت کنند، چون اندکی تأخیر شد دیر شد دیگه خراب میشه. ولی همه کارها را راستگریز کردند، به دیگران سپردند، به زن و بچه سپردند، تمام آماده شدند. چند نفر فقط کوتاهی کردند، 3 نفر که حضرت هلال ابن امیه هست، حضرت کعب هست و حضرت مراره هست. اونها در پایان این سوره بحثشون می آید که تا 50 روز اونها بلا تکلیف بودند و توبهشون پذیرفته نشد. منافقین متصلا بعد از این که رسول الله آمدند دروغ گفتند، عذرخواهی کردند، آمدند. بعضی از صحابه که اینها هم اشتباه کردند نرفتند، اینها وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم برگشت پیش رسول الله نرفتند، رفتند خودشون را به ستونهای مسجد بستند، زار زار گریه کردند، چون فرض عین بود. عرض کردم همه باید میرفتند مثل نماز صبح. لذا اینا گریه کردند توبه کردند تا اینکه الله عزوجل توبه اونها را پذیرفت،
طول کشید، 6 روز 7 روز، بیشتر کمتر، توبه اونها پذیرفته شد. همون 3 نفر بلا تکلیف ماندن که درباره اونها آیات مستقلی خواهد آمد. لذا از اینجا به بعد این بحث است و این جریان است. وقتی که رسول الله رفتن، لشکر 30,000 نفری آماده شد، لشکر بسیار مجهزی. آن حضرت صلی الله علیه وسلم رفتند و حدوداً 1 ماه طول کشید. بعضی میگن اونجا 20 روز ماندند، بعضی میگن اونجا 2 ماه ماندند در تبوک. اما هرقل که عرض کردم پی برده بود این پیغمبر خداست، با وجودی که 300,000 نفر را جمع کرده بود و اینها 30,000 نفر بودند، هرقل از اونجا ترسید و خودش رفت و لشکرش را گفت بریم برای خودتون. هر یک متفرق شدند و هیچ کسی جرأت جنگ کردن پیدا نکرد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم از اون طرف برگشتند. در مسیر دعوت الی الله بود و در این مسیر معجزات بسیار زیادی مشاهده شد از رسول الله صلی الله علیه وسلم. لذا این غزوه تبوک که غزوه بسیار سختی هست و تقریبا تا آخر این سوره این بحث ادامه دارد، هم سرزنش بر منافقین و هم مسلمانانی که کوتاهی کردند، همه را الله اینجا بیان می‌فرماید. الله می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا ما لكم اذا قیل لكم انفروا فی سبیل الله. ای مؤمنان چی شده شما را هرگاه گفته میشه به شما انفروا فی سبیل الله، بروید در راه الله، اثاقلتم الی الارض، سنگین میشوید به سوی زمین. یعنی شما دلتون میخواد بمانید نروید. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، آیا شما راضی شدید، شما پسندیدید حیات و زندگی دنیا را من الاخره، بدل آخرت بجای آخرت؟ اگر این را انتخاب کردی بدانید فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرة الا قلیل. نیست زندگی دنیا و کالای زندگی دنیا در مقابل آخرت مگر اندک. دنیا شما چند روزی زنده هستید، ولی آخرت ابدی هست، اونجا بهشت ابدی هست. شما ترجیح میدید دنیا را به آخرت؟ نباید مسلمان دنیا را به آخرت ترجیح بده. اینجا وقتی که بحث جهاد میشه، اگر واقعا جهادی باشد و جهاد وجود داشته باشد، باید مسلمان جهاد را، شهادت را بر دنیا ترجیح بده. در دنیا چی هست؟ گرچه لازم نیست که حتما شهید بشیم، اگر حتما در جنگ شهادت بود، همیشه عرض می کنم خالد ابن ولید که تمام زندگیش در جنگ ها گذشت، خالد ابن ولید شهید می شد، اون نشد، تمام بدنش زخمی شد. آخر وقتی که بر رخت خواب بیماری داشت جان میداد، گریه کرد، گفت خالد آرزویش این بود که در جنگ شهید بشه، نشد، به خاطر این گریه می کرد. لذا الله عزوجل چنان مقدر کرده که در جنگ حتما کشته شدن باشد نیست، اما در جنگ بهشت است، در راه خدا و در جهاد بهشت است. الله می فرماید فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرة الا قلیل، نیست کالای دنیا در مقابل آخرت مگر اندک. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، این نتیجه ترک جهاد است. اگر شما نروید خدا شما را عذاب میده، عذاب دردناک. و یستبدل قوما غیرکم، و تبدیل میکند قومی را بغیر از شما به جای شما. ولا تضروه شیئا، شما ضرر و آسیب نمیتوانید برسانید به الله. والله علی کل شیء قدیر، الله به هر چیز قادر است، الله میتواند این کار را بکند. لذا هر وقت که وقت جهاد شد شما باید آماده بشید بروید. الله می فرماید الا تنصروا، رفتن به جهاد چیه؟ نصرت رسول الله،
نصرت دین رسول الله. الا تنصروه فقد نصره الله، اگر شما او را یاری نکنید، رسول من را، پیغمبر من را، فقد نصره الله، اینجا جزا مقدر است. الا تنصروه فینصره الله، اگر شما او را یاری نکنید خدا او را یاری میکند. همون طوری که در اون روزی که هیچ کس را نداشت خدا یاریش کرد، فقط ابوبکر را در کنارش داشت. اشاره به جریان هجرت است. در رابطه با هجرت هم مختصرا قبلا عرض کردم، اینجا این آیه رسما درباره هجرت میگوید. مشرکین در دارالندوه با هم مشورت کردند. شیطان هم به شکل شیخی از اهل نجد در این میان بود که چیکار بکنیم. دیدگاه ها متفاوت شد تا اینکه ابو جهل گفت که تنها راهش اینه که جوانانی از قبایل مختلف تعیین بکنیم، کارش را تمام بکنیم، یک سر بکنیم. این تصویب شد، شیطان تشویق کرد. الله عزوجل به رسولش خبر داد و دستور داد الله، چون پیغمبر از قبل به صحابه دستور داده بود همه هجرت بکنند، منتظر دستور الله بود. فقط ابوبکر را گفت تو بمان که با هم میریم. بقیه رفتند. ابوبکر صدیق شترها را آماده کرده بود، یک برده ای را هم کرایه کرده بود به عنوان دلیل، راهنما که از کدوم مسیر ببرد اونها را، اون هم آماده کرده بود. شب و روز منتظر بود که دستور میرسه، تا اینکه امروز که مشوره شد که امشب برند بر رسول الله صلی الله علیه وسلم، همین روز رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به ابوبکر گفت آماده باش که اول شب میریم. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خرسند شد، خوشحال شد و بیرون مکه جایی آماده کرده بود. منتظر بودند، هم دلیل و راهنما و هم شترها، تا اینکه هوا که تاریک شد ابوبکر و رسول الله صلی الله علیه وسلم رفتند و حرکت کردند به طرف مدینه منوره. و اون کسی که راهنما بود تا مسیر اونها را برد و از روایات معلوم میشه که فقط مسیر را برای اونها درست کرد و بعد از اون برگشت، چون راهنماها تا یک حدی میبرند. بعد از اون ابوبکر و رسول الله صلی الله علیه وسلم تنها بودند و رفتند تا اینکه مشرکین متوجه شدند. مشرکین با خبر شدند و تعقیب کردند، چون شب اینجا آمدند حضرت علی کرم الله وجهه را دیدند. با علی کرم الله وجهه هم کار نداشتند و متوجه شدند رسول الله رفته. تعقیب کردند و حتی جایزه تعیین کردند، جایزه 100 شتر. اونهایی که آمدند بر غار قرار گرفتند، حضرت رسول صلی الله علیه وسلم حتی پاهایشون را میدید. اما غار طوری بود که فاصله زیاد بود از بالا تا پایین و شترها در یک جای دیگه بودند، در یک مسیر دیگه گذاشته بودند. اینجا 3 روز ماندند. حضرت اسما دختر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گاهی غذای، خرمای، نانی چیزی برایشون می آورد. و وقتی که آمدن اطراف را نگاه کردند، الله عزوجل اونها را، چهرهشون را به سمت و سوی دیگه برد. از اشاره آیه معلوم میشه، بسیاری از مفسرین هم نوشتن خداوند فرشتگانی فرستاد و ایده بجنود لم تروها، فرشتگانی فرستاد که اینها را به سمت و سوی دیگه بردند، متوجه کردند. با وجودی که اونجا بودند، بالای غار قرار گرفته بودند. این هم معروف است، تو تفسیرها هم نوشته والله اعلم که عنکبوت تارش را اونجا بافت و کبوتر آمد اونجا تخم مرغ کرد. والله اعلم اینا صحتشون، ولی تو تفسیرها هم نوشته اینا. ولی از قرآن معلوم میشه که فرشته ها آمدند و ذهن مشرکین را و حواس مشرکین را به سمت و سوی دیگه بردند. اینا مسیرشون دیگه جایی رفت، اینجا را ترک کردند، رها کردند.
لذا ابوبکر ناراحت بود، گفت یا رسول الله پیدا میشند. رسول الله گفت لا تحزن ان الله معنا، شما غمگین نباش، خدا با ماست. الله تعالی میفرمه من سکینه نازل کردم. علی ای حال از اینجا بیرون آمدند، ادامه دادند مسیر را، رفتند تا از مکه فاصله گرفتند. نزدیک مدینه که رسیدند، سراقه ابن مالک که جریانش معروف است و تعقیب میکرد، اسب بسیار تندرویی داشت و اسبش هم اسب بود، همه افتخار میکردند که اسب او را بخرند و اسبش مشهور بود در میان مردم. با اون اسب تندرویش اون گفت من میخواست که اون جایزه را دریافت کند، من اینها را میارم. تا اینکه سراقه رضی الله تعالی عنه که بعداً مسلمان شد، از دور مشاهده کرد رسول الله را و ابوبکر را، پیدایشون کرد و سریع به طرفشان رفت. رسول الله و ابوبکر بر شتر بودند. اونجا وقتی که رفت، به محض اینکه نزدیک شد به طرف اونها، به قدرت الله عزوجل این اسب پاهاش در زمین فرو رفت و اسب زمین گیر شد، نتونست بیشتر بره. سراقه متوجه شد، گفت که اشتباه کردم، دعا کن که از اینجا نجات بیابم، برمیگردم، باید کار ندارم. آن حضرت صلی الله علیه وسلم دعا کرد. بار دوم سراقه حمله کرد، دوباره زمین گیر شد، تا 3 بار. آخر متوجه شد که کار من نیست. بعد از اون که سراقه میخواست برگرده، در همون جا رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت سراقه من دستبند کسرا ایران را به دست تو میبینم. این پیشگویی آن حضرت صلی الله علیه وسلم بود که بعداً سراقه مسلمان شد. در زمان عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فتح شد ایران و عمر رضی الله تعالی عنه اون پیشگویی رسول الله را عملی کرد، به دست سراقه داد دستبند کسرا را. علی ای حال محبوب خدا رفت و به مدینه طیبه رسید. اون روز کسی نبود. الله می فرماید من چطور یاریش کردم. الان اگر شما نصرتش نکنید، یاریش نکنید، همان گونه من یاریش میکنم. الله می فرماید الا تنصروه فقد نصره الله، اگر شما او را یاری نکنید، همانا یاری کرده، نصرت کرده او را الله. اذ اخرجه الذين كفروا، زمانی که او را بیرون کردند، مجبورش کردند بیرون بشه، کفار بیرونش کردند، در حالی که پیغمبر خدا ثانی اثنین بود، از 2 تا دومی بود، یعنی یک همراه دیگه هم داشت که اون همراه کیه؟ ابوبکر صدیق. اذ هما فی الغار، زمانی که آن دو در غار بودند، منظور از غار چیه؟ غار ثور. اذ یقول لصاحبه، زمانی که می گفت پیغمبر به صاحبش، به همراهش، به صحابیش. ببین این صحابیت حضرت ابوبکر صدیق و صاحب بودن ابوبکر صدیق از نص صریح قرآن هیچ کس نمیتواند انکار بکند. میدونید انکار آیه قرآن چی میشه؟ امام قرطبی در تفسیر خودش میگه من انکر ان یکون ابوبکر صاحب رسول الله فهو کافر. هر کسی انکار بکند مستلزم انکار آیه میشه، لانه انکر نص القرآن. این انسان از دایره ایمان خارج میشه چون که نص قرآن را انکار کرده. نص قرآن میگه اذ یقول لصاحبه، زمانی که رسول الله به صاحبش گفت، به همراهش گفت لا تحزن ان الله معنا، نترس، هم الله با ماست. رسول الله صلی الله علیه و سلم اونجا وقتی که ابوبکر دغدغه داشت، پریشان بود، جمله در حدیث شریف آمده، رسول الله گفت یا ابا بکر ما ظنك باثنين الله ثالثهما.
ای ابوبکر نظرت درباره اون دو نفری که الله سومیشون هست چیه؟ یعنی الله با ماست، الله سومی هست. قرآن هم همین میگه. رسول الله گفت ان الله معنا، الله با ماست. علما مقایسه میکنند در تفسیرها بین جمله‌ای که رسول الله گفت، جمله‌ای که موسی گفت. قوم موسی اونجا ترسیدن، شما آیه را خواندید، گفتن که ای موسی انا لمدرکون، فرعون آمد ما را دستگیر کرد. موسی چی گفت؟ ان معی ربی، رب با من است، نگفت معنا، چون اونا در جایگاهی نبودن که اونا را با خود همراه بکند. گفت ان معی ربی، رب با من است، اون رب مرا راهنمایی میکند چیکار بکنم. اما رسول الله نگفت ان الله معی، ای ابوبکر خدا با من است، گفت خدا با ماست، با دوتای ماست. این فرق اصحاب رسول الله و اصحاب موسی را از اینجا بفهمید. لذا ان الله معنا، الله با ماست. فانزل الله سکینته علیه، الله نازل کرد سکینه را بر او. بر کی نازل کرد؟ اگر بگیم بر رسول الله نازل کرد خب میشه، اما آیا مگر رسول الله ترس داشت؟ رسول الله دغدغه داشت؟ سکینه جایی نازل میشه که چی؟ دغدغه باشد. پس بیشتر مفسران اینجا گفتن فانزل الله سکینته علیه، یعنی علی صاحبه، ضمیر به صاحب است. خداوند سکینه را بر همراه رسول الله، بر صاحب رسول الله نازل کرد، چون دغدغه اون داشت، پریشان او بود، نه رسول الله. رسول الله که مطمئن بود خدا مرا کمک میکند، دلش قرص بود. اما ابوبکر نگران بود. پس سکینته علیه نوشته علی ابی بکر، ابن العربی گفته علی ابی بکر، خداوند سکینه را بر ابوبکر نازل کرد. قال علماؤنا و هو الاقوا، هر عقل سلیمی میدانه این تفسیر قوی تری است. علما گفتند که اقوا همین است. چرا؟ لانه خاف علی النبی صلی الله علیه و سلم، او بر رسول الله می ترسید، به خاطر رسول الله. این هم بدونید که ابوبکر به خاطر خودش نبود، به خاطر رسول الله بود. احساس خطر برای رسول الله می کرد. لذا خاف علی النبی من القوم، از این قوم بر علیه رسول الله آمدند. شب اونها برای کشتن ابوبکر که نیامده بودند، برای رسول الله آمده بودند. پس ابوبکر برای خودش هیچ دغدغه‌ای نداشت، کل هم و غم، کل دغدغه به خاطر وجود مسعود رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. پس علامه قرطبی میگه خاف علی النبی صلی الله علیه و سلم من القوم، از این قوم برای رسول الله میترسی. فانزل الله سکینته علیه، الله عز وجل سکینه را بر او نازل کرد. فسکن جاشه و ذهب روعه و حصل الامن، بعد از اینکه سکینه نازل شد دلش آرام گرفت، ترسش رفت، امنیت حاصل شد، قرار گرفت و بعد از اون چیزی نگفت. و ایده بجنود لم تروها، تایید کرد او را، پیغمبر خودش را الله نصرت کرد. بجنود لم تروها، با لشکریانی که شما نمیدیدید، یعنی با ملائکه. از اینجا معلوم میشه که ملائکه آمدند و مشرکین را که تعقیب میکردند منحرف کردند. پس ببینید خدای عزوجل معجزات علنی نشان داد. ملائکه آورد، مشرکین مسیرشون منحرف شد، سمت سوی دیگه رفتند. اونجایی که سراقه آمد، سراقه هم زمینگیر شد. پس اینا معجزه هستند، اینا همراهی ملائکه را میرسانند. و جعل کلمة الذین کفروا السفلی، کلمه منظور تدبیر، توطئه و حیله کسانی که کفر کردند الله او را سفلا قرار داد، پایین، یعنی شکست.
و کلمت الله هی العلیا، کلمه الله یعنی تدبیر الهی او غالب شد، اون به پیش رفت. والله عزیز حکیم، الله عزوجل عزیز هست، غالب هست و حکیم در کارهای الله حکمت هاست. پس ملاحظه فرمودید که در این آیه الله تعالی به مسلمانان میگه اگر شما او را نصرت نکنید، رسول من را، من مثل جریان هجرت من خودم او را نصرت میکنم، او را تنها نمیگذارم. انفروا خفافا و ثقالا، الان دوباره موضوع جهاد در وسط به صورت نمونه بحث هجرت آمد. انفروا خفافا و ثقالا، بروید در راه الله سبک بال سنگین بال. این دو را تفسیرهای مختلفی کردند. خفافا و ثقالا، بعضی گفتند که دو نفر سه نفر، ثقالا جماعت های بزرگتر، دسته های بزرگتر، 10-20 نفر، 100-200 نفر، یعنی تکی برید، جمعی برید. این یک تفسیر. یکی دیگه خفاف و ثقال یعنی اسلحه خفیف دارید برید یا اسلحه سنگین و پیشرفته و مدرن دارید، هر نوع اسلحه‌ای دارید برید. بعضی گفتن خفاف و ثقال اونی که تنگ دستید هم برید، ثقال یعنی سرمایه دارید هم بروید. بعضی گفتن که خفاف و ثقال این هست که اگر، البته عمرو بن جموح اینطور تفسیر میکرد، یکی از صحابه‌ای که لنگ بود، خوب نمیتونست راه بره، 4 تا فرزندش همراه شد در این جنگ. گفت پدر ما که هستیم، البته اینجا نه، در جنگ احد بود، گفت که ما هستیم. اون قانع نشد، گفت نه من باید خودم بیام، شما برای خودتون می جنگید، من برای خودم. گفتن شما معذوری، گفت نه خدا گفته انفروا خفافا و ثقالا، یعنی خوب قدرت جسمی داشتید یا نداشتید باز هم برید. ایشون اینطور تفسیر میکرد. رسول الله گفت جلوی پدرتون را نگیرید، رفت در احد شهید شد. وجاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله، بجنگید با مالتان با جانتان در راه الله. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این برای شما بهتر است اگر شما بدانید. خب منافقین در این جنگ همراه نشدند، خیلی سخت بود. هر کسی که ایمانی داشته نباشد برای او ممکن نبود بتونه بره. لذا منافقین بعضی ها از اول آمدند، بهانه کردند. عین وقت شد و یا رسول الله ما آمادگی نداریم، ما این مشکل داریم. اون یکی میگفت من این مشکل دارم. الله میفرماید که لو کان عرضا قریبا، اگر کالای نزدیکی بود، غنیمتی در مسافت نزدیکی بود، و سفرا قاصدا و یک سفر متوسط بود، لتبعوک، هر منافقی شما را دنبال میکرد، شما را پیروی میکرد، می آمد. ولکن بعدت علیهم الشقه، اما این مسافت بر آنها دور شد، طولانی شد. مسافت طولانی بود، لذا اونها نیامدند. و سیحلفون بالله، خداوند پیش بینی می فرماید، پیشگویی می فرماید که شما وقتی که برگردید برای شما اینا سوگند می خورن، ان قریب اینها سوگند می خورن. لو استطعنا لخرجنا معکم، اگر ما می توانستیم ما با شما خارج می شدیم. الله می فرماید یهلکون انفسهم، با این دروغ خودشان را به هلاکت می اندازند. والله یعلم انهم لکاذبون، خدا می داند که اینها دروغ می گویند. الله عزوجل می داند که اینها دروغ می گویند. بعضی می آمدن با بهانه های واهی و عذرهای پوچ از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اجازه می گرفتن. خب رسول الله دیگه بالاجبار نمی گفت، به زور نمی گفت حتما شما بیاید همراه بشید. کسی که دلش نمیخواد 1000 تا بهانه میاره، رسول الله می گفت باشه نرید، نیایید شما. الله عزوجل عتاب کرد، تذکر داد محبوب خودش را که شما چرا اجازه دادید؟ اجازه نمیدادید تا خودشون نمی آمدن نفاقشون معلوم میشد. اینطور میگم به ما پیغمبر اجازه دادن. لذا الله می فرماید عفا الله عنک، قبل از عتاب اعلام عفو است. خدا شما را معاف کرد.
لما اذنت لهم، چرا آنها را اجازه دادی؟ حتی یتبین لك الذین صدقوا، اجازه نمی دادی حتی که واضح می شد برای شما آنانی که صدقوا، صادقا مخلصند، و تعلم الکاذبین، کاذبین را هم می شناختی، لذا اجازه نمی دادی. لا یستأذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الآخر، ذکر مخلصین صحابه است. الله می فرماید مخلصین از شما اجازه نمیگیرند. اجازه نمیگیرند آنانی که ایمان دارند به خدا و روز آخرت، ان یجاهدوا، عن ان یجاهدوا، از این اجازه نمیگیرند که ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم، با مالشان با جانشان، والله علیم بالمتقین، الله به این متقیان علیم و آگاه است. الله می فرماید که این متقیان، این اعلام تقواست برای صحابه، این متقیان از شما اجازه نمیگیرند. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر، جز این نیست که اجازه میگیرند. یستأذنک بنیست بلا عذر، بدون عذر، عذرم ندارند. آنانی که ایمان ندارند به الله و روز آخرت، لا یؤمنون بالله یعنی بالتوحید، والیوم الاخر یعنی انکار قیامت، منکر توحید منکر قیامت، منافقین. وارتابت قلوبهم، شک دارد دلهایشان، ریب دارد، شک دارد، این ریب فی الدین است. فهم فی ریبهم یترددون، اونها در شکشان مترددن، یعنی نسبت به اسلام، نسبت به دین شک داره، اینها میاند اجازه میگیرند. ولو ارادوا الخروج، خداوند فرمود که اینا عذر ندارند. اگر واقعا اینا میخواستند که برند، خب از چند وقت پیش اعلام شده بود. اینا کوچکترین آمادگی میکردند، هیچ اثری از آمادگی در اینها در خانه هایشون پیدا نمیشه، بس اینا اراده نداشتند. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدا، اگر آنان اراده خروج میکردند، آمادگی میکردند، آمادگی. ولكن کره الله بعاثهم، اما خدا نپسندید بلند شدن اینها را. فثبتهم، خداوند جلویشان را گرفت، مانعشان شد. و قیل اقعدوا مع القاعدین، به حکم تکوینی الله به آنان گفته شد بشینید با زنهایی که در خانه ها نشستند، یا بشینید با اون معذورینی که در خانه ها نشستند، پیرها، ضعیفها، کهنسالها، بچه ها، شما هم با اونها بشینید. لو خرجوا، بازم الله تعالی می فرماید که نیامدنشان هم حکمت دارد. اینا در هر جنگی می رفتند در مسیر صحابه را پریشان می کردند، هی فساد می کردند، هی توطئه می کردند، اذیت می کردند، روحیه ها را تضعیف می کردند. الله می فرماید لو خرجوا فیکم، اگر در میان شما اینها خارج می شدن، ما زادوکم الا خبالا، نمی افزودن در شما مگر فساد را. ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنه، اینها در وسط شما قرار می گرفتند و در شما فتنه می طلبیدند. فتنه یعنی انصراف از جهاد، چند دستگی، درگیری. و فیکم سماعون لهم، در میان شما جاسوس هایی هست که گوش میکنند برای اونها. والله علیم بالظالمین، خداوند خوب میداند این ظالمین را. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، این شرارت جدیدی نیست، اینها از قبل طالب فتنه بودند. و قلبوا لك الامور، همه امور را برای شما برعکس میکردند، هر دستوری شما میدادی اینها عکس اون عمل میکردند. حتی جاء الحق و ظهر امر الله، حتی که حق آمد و امر الهی ظاهر شد، یعنی دستور جهاد. و هم کارهون، اینها در دل نمیپسندیدند، خیلی از این پریشان بودند. و منهم من یقول ذلی ولا تفتنی، بعضی از منافقین بودند چه بهانه‌های مسخره. الله تعالی بعضی از اونها را ذکر می کند. بعضی از منافقین هستند به شما میگویند مرا اجازه بده و مرا در فتنه واقع نکن، من اگر بیام
گرفتار میشم. منظور از این شخص یک منافقی بود به نام جد ابن قیس. جد ابن قیس آمد و خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت یا رسول الله، من کسی هستم که بلا تشبیه زود فریفته زنها میشم، گرفتار زنها میشم. من اگر بیام اون زنهای زرد رنگ رومی را ببینم من گرفتار میشم، عاشق میشم، به اصطلاح گرفتار میشم، در فتنه واقع میشم. منو نبرید، من اجازه بدید من همینجا بمانم. این بهانهش بود. تفسیر قرطبی نوشته قال الجد ابن قیس، جد ابن قیس گفت قد عرفت قومی انی مغرم بالنساء، قوم من میداند که من به زنها گرفتارم. و انی اخشا ان رأیت بنات بنی الاصفر، من میترسم اگر اونجا آمدم و دختران زرد رنگ یا سفید پوست و زرد پوست اونها را ببینم، الله اصبر عنهن، یعنی دختران رومی را صبر نکنم و نتونم خودم را تحمل کنم. فلا تفتنی واذن لی فی القعود، ای پیامبر مرا در فتنه نینداز، به من اجازه بده بشینم. قرطبی الله می فرماید و منهم من یقول ذلی ولا تفتنی، بعضی از منافقین اونایی هستن که میگن به ما اجازه بده و ما را در فتنه نینداز. الله می فرماید فتنه کدومه؟ الا فی الفتنه سقطوا، خبردار اینها در فتنه افتادند، اینا در فتنه قرار دارند. همین تخلف از راه رسول الله خودش فتنه هست، بزرگترین فتنه و فساد همینه. و ان جهنم لمحیطة بالکافرین، جهنم چنین کافران را احاطه کننده هست، اینها را الله نمیذارد، اینها را در جهنم میسوزاند. و اینها اینقدر تنگ نظرند که ان تصبک حسنة تسؤهم، اگر به شما حسنه، فتحی، موفقیتی، غنیمتی برسد، تسؤهم، برای اونها ناگوار هست، اونها پریشان میشوند، مریض میشند. چرا؟ اینها پیروز شدند. و ان تصبک مصیبت، اگر به شما مصیبتی برسد، شکستی، شهادتی، ضربه‌ای، یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، میگویند ما قبل از این تدبیر کردیم، ما امر خودمون را از قبل گرفتیم، یعنی برای خودمون برنامه ریزی کردیم و گفتیم که در این جنگ فایده نداره. و یتولوا و هم فرحون، آنها برمیگردند در حالی که خوشحالند که شما ضربه دیدید، شما آسیب دیدید. الله عزوجل می فرماید قل لن یصیبنا، ای پیامبر به آنان بگو لن یصیبنا، هرگز به ما نمی رسد هیچ چیزی، الا ما کتب الله لنا، مگر آنچه که الله برای ما نوشته، هو مولانا، اون مولای ماست، اون دوست و حامی ماست، هرچی که برای ما فیصله بکند همون میشه. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و بر الله باید توکل کنند مؤمنان. هرچی برای مؤمنان الله بنویسه همون نه. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، به آنان بگو، به منافقان، آیا شما برای ما غیر از این انتظار دارید؟ انتظار یکی از دو خوبی، یکی از دو محاسن و زیبایی، هر دو زیباست، یا فتح یا شهادت. چون مسلمان وقتی که به میدان میره، مسلمان ترسو و بزدل نیست که فرار بکند، یا موفق میشه فتح میکند، یا شهید میشه به بهشت میره. پس هر دو زیبا، هر دو حسن. و شما برای ما یکی از این دوتا رو انتظار دارید. شما فکر میکنید یا ما کشته میشیم که برای ما هم خوبه، شهید، یا موفق میشیم. اما ما به شما چه گمانی داریم، چه انتظاری داریم؟ و نحن نتربص بكم ان یصیبکم الله، ما انتظار داریم برای شما اینکه خدا به شما برساند عذاب من عنده، عذابی از جانب خودش،
او بایدینا، یا عذابی به دست ما، چه از خودش به شما عذاب میده چه به ما اجازه بده که به حساب شما برسیم. فتربصوا انا معكم متربصون، شما انتظار بکشید، ما هم منتظر میشیم، ما هم انتظار میکشیم. قل انفقوا طوعا او کرها، منافقین بعضی ها ظاهرا انفاق میکردند که پذیرفته بشه انفاقشان. الله میفرماید شما انفاق بکنید، چه به خوشی چه به ناخوشی، لن یتقبل منکم، هرگز از شما پذیرفته نمیشه. چرا؟ انکم کنتم قوما فاسقین، شما قوم فاسق هستید، ای خارجین عن الایمان، شما از ایمان خارجید. چرا الله عزوجل نفقاتشون را قبول نمی کند؟ دلیل داره، کفر به خدا، کفر به رسول خدا. الله در این آیه بیان فرموده و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، منع نکرد آنان را که نفقاتشون پذیرفته بشه، چیزی دیگه مانع نیست، الا انهم کفروا بالله و برسوله، مگر اینکه آنان کفر کردن به خدا و به رسولش. ولا یأتون الصلاة، کسی میگه که خب نماز که میخوانند، الله میگه این ظاهریه. ولا یأتون الصلاة، اینها به نماز نمی آیند، الا وهم کسالا، مگر اونها با کسالت می آیند، با تنبلی می آیند، با بیحالی و بی‌حوصلگی. چیزی که انسان عقیده داشته نباشه خیلی سخت میشه. ولا ينفقون الا وهم کارهون، خرج نمی کنند مگر آنان نمی پسندند، یعنی در دل دوست ندارن خرج کردنشون را، اکراه است، اجبار است، مجبوریه که نفاقشون ظاهر نشه. لذا الله عزوجل می فرماید اینها به این خاطر خرج می کنند. و باز یک شبهی هست، خب خدای عزوجل این همه مال به اینها داده، اینا وقتی منافقند دشمنند، الله می فرماید این نمیتونه دلیل باشد. الله تعالی به هر که میده، فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، شما را در تعجب واقع نکنند مالشان و نه اولادشان، همه امکانات دارند، همه چیز دارند. انما یرید الله، جزی نیست که الله اراده دارد، لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، تا اینکه عذاب بده آنها را اول در همین زندگی دنیا، و تزهق انفسهم و هم کافرون، جانشان را بگیرد در حالی که آنها کافرند، یعنی با کفر بمیرند. چون اینها وقتی که نفاق کردند امکانات ظاهری، دنیا، متاع دنیا، همه چیز برایشون فراهم، تا همینطور ادامه بدن مسیر کفر را، تا با کفر بمیرند. و با وجود اینکه کافرن ادعای ایمان میکنن. و یحلفون بالله انهم لمنکم، ای اذا رجعت الیهم، وقتی که شما از تبوک برگشتید اینا سوگند میخورن که از شما هستند. الله میفرماید ولا و ما هم منکم، اینها از شما نیستند، ولکنهم قوم یفرقون، اما اینها قومی هستند که میترسند، یفرقون یخافون، اینا میترسند از شما، چنین اعتراف میکنند. لو یجدون ملجأ او مغارات، اگر اینها پناهگاهی بیابند، او مغارات، یا غاری سوراخی در کوه، او مدخلا، یا جای ورودی که داخل بشن، لولوا الیه و هم یجمحون، اون طرف میروند پشت میدهند و هم یجمحون، پا به فرار میگذارند، میگریزند. لذا الله میفرماید اینها از شما نیستند، هرگز سوگندشون را، قسمشون را باور نکنید. یکی از منافقین دیگر را خدا اینجا یاد میکنه که به رسول الله طعنه میزد. منافقین حتی به رسول الله بدبین بودند. این جریان برمیگرده به جریان حوازن، به جریان حوازن برمیگرده که اونجا ما دیروز خواندیم در معرکه حنین، اونجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم
غنایم زیاد بود. غنایم را رسول الله تقسیم کرد. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به یکی زیاد داد، به یکی کم داد. این اختیار را الله بهش داده بود. حتی بعضی تازه مسلمان ها و از این سرداران و بزرگان قریش به اینها 100 تا شتر داد آن حضرت صلی الله علیه وسلم. به یک نفر در صحیح مسلم حدیثی هست که یکی از اونها اعتراض کرد، به او 50 تا داد، به 3 تا دیگه رسول الله 100 تا داد. شعری درست کرد که مگر پدر اونها از پدر من بالاتر است یا خود اونها از من زرنگترن که به اونها 100 تا داد و به من 50 تا. رسول الله این شعر را شنید، خندید، 50 تا دیگه بهش داد. آن حضرت به تازه مسلمان ها شرایط اون روز اینطور ایجاب میکرد. تازه اینها از مکه مسلمان شده بودند، با رسول الله همراه شدن، رفتن به جنگ هوازن. زیاد داد. و این منافق به نام معتب ابن قشیر این اعتراض کرد، گفت که چرا عدالت نمی کنی، چرا به ما نمیدهی؟ آن حضرت صلی الله علیه وسلم اینجا خدای عزوجل جواب داد. میخواستم فرق بین منافق و اصحاب واقعی را، که اینجا منافق را الله عزوجل مورد سرزنش قرار داده. در همین جنگ غنایم بیشماری به دست آمد. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیشتر غنایم را به مهاجرین داد و به تازه مسلمان ها داد. به انصاری ها چیزی نداد، چون مهاجرین از خود جایی نداشتند. هر چی بود مال اونها را اهل مکه گرفته بود و همه مالشون را به تاراج برده بودند. لذا الان که به دست آمد رسول الله بهشون داد تا برای خودشون زندگی بسازند. به انصار هیچ چی نداد. انصاری ها چیزی نگفتند. بعضی از جوانهای انصار یا یکی از جوانهای انصار گفت که اون روزهای سخت ما بودیم، هر جا ما بودیم، امروز که نوبت غنیمت است امروز به ما چیزی نمیدهند. رسول الله صلی الله علیه و سلم انصار را جمع کرد، گفت یک جا جمع بشید. همه انصاری ها جمع شدند و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای تسلی انصار یک سخنرانی کرد که انصار تسلی شدند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که من شما را چنان دوست دارم که اگر همه مردم از یک راه برند، از یک وادی برند و انصار از یک وادی برند، من از همون وادی انصار میرم. انصار گفتم برای ما همین بسه، همین افتخار بزرگی هست. باز فرمود آیا شما راضی نیستید که مردم با مال برمیگردن، شما با رسول خدا برمیگردید؟ چون یه خطری دیگه هم بود. اون خطر این بود که الان مکه فتح شد. رسول الله به مکه دل داشت، محبت داشت. روزی که از مکه رفت زار گریه میکرد. الان که مکه فتح شد، مکه دارالاسلام شد، این خطر هم بود که رسول الله که مکه را فتح کرده دیگه همینجا زندگی میکند. این مژده بسیار بزرگی برای انصاری ها بود. رسول الله به انصاری ها گفت که مردم با مال برمیگردن، شما با رسول خدا برمیگردید، من مال شما هستم، راضی نیستید؟ انصار همه گفتن یا رسول الله ما راضیم، ما چیزی بیشتر از این نمیخواهیم. لذا به انصار چیزی نرسید در این جنگ و انصار با رسول خدا برگشتند. اما این منافق، فرق نفاق و اخلاص اینه، این منافق اعتراض می کند و منهم من یلمزک فی الصدقات، بعضی از آنهایی هستند که شما را در صدقات متهم می کنند. لمز عیب زدن را میگن، اتهام را میگن. فان اعطوا منها رضوا، اگر داده بشوند از آن مال غنیمت راضی میشن. و ان لم یعطوا منها، اگر داده نشوند از آن مال غنیمت، اذا هم یسخطون، در این هنگام اونها به سخط یعنی به خشم می آیند، به خشم و غضب می آیند، ناراحت می شوند. اما انصاری ها عکس این،
به اونها داده نشد، راضی شدن. الله می فرماید ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله، اگر آنان راضی می شدند به آنچه که الله آنها را داده و رسول داده، و قالوا حسبنا الله، و استه دل می گفتن حسبنا الله، الله ما را کافی است، سیؤتینا الله من فضله و رسوله، همین بس ما را ان قریب الله و رسول به ما می دهند. انا الی الله راغبون، ما به سوی الله از ته دل رغبت داریم، یعنی الله را دوست داریم و به سوی الله می رویم. اگر اینو می گفتن این بهتر بود برایشان، اما اینها اهل نفاقن، اینو نگفتن، اعتراض کردن. الله عزوجل جواب اعتراضشون را داد. صدق الله مولانا العظیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بار الها آنچه که با رسولت و با پیامبرانت وعده کردی به ما عنایت بفرما، روز قیامت ما را رسوا نگردان. ولا تخزنا یوم القیامه، پروردگارا به ما اون وعده هایی که دادی و فرمودی، اون وعده ها را در حق ما ضعفا هم محقق بگردان. اله العالمین ما را جز بندگان مخلصت بگردان، ما را جز بندگان تابعت بگردان، ما را جز بندگانی که در قرآن ازشون تعریف میکنی صفات خوب دارن از اونها بگردان. پروردگار ما را مطیع بگردان، ما را مخلص بگردان، ما را منافق نگردان. صفات نفاق را که خواندیم که نماز وقتی میخواهم بخوانند نماز را با کسالت و با تنبلی میخوانند، وقتی که میخوان صدقه بدهند مجبوری میدهند. پروردگار ما را از اونها نگردان. اله العالمین ما را مخلص بگردان، ما را با خدا بگردان، ما را با تقوا بگردان. و اله العالمین ما را مورد مغفرت خودت قرار بده، ما را ببخش و از سر تقصیر ما درگذر بفرما. اله العالمین رب آخرت ما را آباد بگردان، ما را از عذاب و از گرفت و از فتنه در دنیا و آخرت حفاظت بفرما. اله العالمین ما را پیرو راستین اصحاب و یاران رسول الله بگردان، ما را بر نقش قدم اونها پروردگار قرار بده و ما را در قیامت با اونها حشر بگردان و همراه بگردان. اله العالمین محبت اصحاب را، آنهایی که جانانه از دین تو دفاع کردند و در قرآن از اونها اینگونه ستایش میکنی، محبت اونها را در اعماق قلب ما جای بده و به ما و به فرزندان و اولاد توفیق بده که صحابه را الگو قرار بدیم و اونها را الگوی زندگی خودمون داشته باشیم. اله العالمین ما را تبعیت کامل از سنت های رسول الله نصیب بفرما، تبعیت کامل از احکامت و سنت حبیبت پروردگار عنایت بفرما. اله العالمین مشکلات ما را حل بفرما، مشکلات مسلمانان را حل بفرما. قضایا که روز به روز پیچیده تر می شود، اله العالمین گره گشایی بفرما، حل بفرما، فرجی بیار مولا. پروردگارا به تنبیه و به کتکی که ما مسلمانان داریم میخوریم خاتمه بده، ما را متوجه ذات خودت بگردان، توبه نصوح نصیب بفرما، بر مسیر قرآن و سنت گامزن بفرما. و اله العالمین ما را به اسلام و قرآن برگردان و این احوال آشفته ما را در همه بلاد اسلامی خاتمه بده. پروردگارا
اله العالمین توطئه های دشمن را که روز به روز مسلمانان را به جان هم می اندازند، روز به روز روابط تیره تر می شود، پروردگار توطئه ها را خنثی بگردان، مسلمانان را ید واحد و صف واحد بگردان و بر علیه کفر و اهل کفر موفق بگردان. مولا مشکلات شخصی و فردی ما را حل بفرما، مشکلات عزیزان ما که تقاضای دعا کردند برای مریضانشان، برای زندانیانشان، برای حاجات مختلف، همه را حل بفرما اله العالمین، برای همه گره گشایی بفرما پروردگارا ربا. این بندگان تو هر تمنایی هر حاجتی دارن، بعد از این درس قرآن اله العالمین حاجتشون را برآورده بفرما پروردگارا، قبول بفرما اله العالمین، قبولیت نصیب بفرما. خواهران ما را با ایمان و با حیا و با عفت بگردان، تقاضاهای دعایی که از طرف خواهران شده، مشکلاتی که اونها دارن، پروردگارا تک تک مشکلاتشون را حل بگردان اله العالمین. همه ما را در مسیر قرآن و سنت قرار بده، استقامت بر دین، استقامت بر طاعت و بندگی، استقامت بر ترک گناه و معصیت به همه ما نصیب بفرما. از ما راضی و خوشنود باش مولا و همیشه ما را در راه رضایت بدار. از ما ناراضی مباش که ناراضیت سخته، گرفتت سخته پروردگارا ربا. هر چند که کوتاهی داریم، هر چند که ضعف داریم، اما بنده تو هستیم و تو را مولا دوست داریم و اله العالمین تو ما را محب واقعی خودت بگردان و توفیق بده که اعمالی که باعث خوشنودی و رضای تو میشه در زندگیمون داشته باشیم. پدران و مادران گذشته ما را غریق رحمت بفرما، روحشان را شاد و درجاتشان را بلند بفرما. اونهایی که حیات دارن توفیق خدمت به فرزندان نصیب بفرما پروردگارا ربا. همه گذشتگان را غریق رحمت بفرما، همه زنده ها را توفیق طاعت و بندگی نصیب بفرما پروردگار. اعمال شکسته ما را قبول بفرما، قبول بفرما. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد حبيبنا مولانا.